اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. اونطور که عزیزان مستحضر هستند، شریعت مقدسه اسلام شریعتی مبتنی بر فطرت سلیم انسان هاست. به تعبیری دیگه ما معتقد هستیم همون خدایی که پیامبران الهی رو مبعوث به رسالت و نبوت کرده است و اونها رو مأمور کرده تا معارف وحیانی رو به سمع و نظر بندگان خدا برسانن و پیام خدا رو به بندگان او ابلاغ بکنن. همون خدا این انسان رو خلق کرده است و این گرایش ها و غرایز رو در وجود انسان قرار داد. لذا شریعت مقدسه اسلام شریعتی نیست که با فطرت انسان ها درگیر باشد، بلکه بنای رفیع خودش رو بر گرایش های فطری بشر قرار داده است. از جمله نموده های این قضیه دستور صریح پروردگار منان ذات اقدس احدیت بر ازدواج است. در آیه‌ای که در صدر عرایزم تلاوت کردم، پروردگار منان جمیع اهل ایمان رو امر کرده است به این که ازدواج بکنن و برای خودشون همسری برگزینن. اساساً در شریعت مقدسه اسلام کلمه ازدواج برای صمیمیترین شکل روابط یک زن و مرد به کار میره. روابط زن و شوهر عزیزان صمیمیترین شکل روابط یک زن و مرد با همدیگه است و جالبه که کلمه ازدواج از ریشه زوج گرفته شده است، یعنی نیمه متکامل. یعنی از دیدگاه شریعت مقدسه اسلام اگر یک مردی یک زنی همسر نداشته باشد یک نیمه متکامل است. باید نیمه متکامل خود زوج یا زوجه خود رو بیابد و در کنار او به تکامل برسد. و ازدواج یعنی پیوند دو نیمه متکامل با همدیگر که یک واحد متکامل رو تشکیل میدهند. بنابراین از دیدگاه شریعت مقدسه اسلام هدف اصلی ازدواج و برقرار شدن صمیمیترین شکل رابطه بین زن و مرد با هدف تکمیل و تکامل است، به منظور پاسخگویی به غرایز جنسی است، غرایز والدی و غرایز همسرداری که پروردگار منان در وجود انسانها نهاده است و قطعاً این نهاده ها حکیمانه است و پروردگار منان بی حساب این گرایش ها رو در ما انسان ها قرار نداده است. به علاوه عزیزان، پروردگار منان ما بندگان رو مأمور به ازدواج فرموده، دستور داده است، چنانکه در آیه‌ای که در صدر عرایزم تلاوت کردم به این موضوع تصریح شده است: و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. اما به علاوه نبی مکرم اسلام مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه هم ازدواج رو سنت خود قرار داده‌اند و فرمودند النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنت من است و هر کس از این سنت سر باز زند از من نیست، متعلق به من پیامبر اسلام و پیامبر خدا نیست، یعنی پیرو من نیست. معناش این. به علاوه عزیزان، همونطور که مستحضر هستید، سیره ائمه هدی علیهم صلوات الله بر نکاح و ازدواج پایدار بوده است. هیچ یک از اون بزرگواران بی همسر نبودند، حتی بعضی از اون عزیزان همسران متعدد داشتند
و بدون شک این عمل عملی خداپسندانه بوده است که اون عزیزان به عنوان سنت خودشون به بشریت ارائه کرده اند و ما رو به اتخاذ همسر دعوت کرده اند. اساساً عزیزان این گرایش های صمیمی که بین زنان و مردان وجود دارد نمودی از آیات عظمای حضرت حق است، چنان که در قرآن کریم می‌فرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه. یعنی این مودت ها و رحمت هایی که بین زنان و مردان وجود دارد از آیات عظمای حضرت حق است. اینکه پروردگار منان همسرانی از جنس خود ما برای ما خلق کرده است، این از آیات عظمای حضرت حق است. در این حال عزیزان عنایت داشته باشند، توجه بکنند به این نکته که این ازدواج و پیوند زن و مرد نعمتی از جانب حضرت حق است، چون هیچ یک از زن و مرد بدون همتای خودشون نمیتوانند سیر تعالی و تکامل رو به نحو صحیح طی کنند مگر با دشواری ها و متاعب و سختی هایی که در مورد استثناها مصداق پیدا میکنند. اما عموم مردم سفارش شده اند به این که همسر اتخاذ بکنند و این نعمت الهی رو کفران نکنند. بنابراین ازدواج نعمت الهی است، رحمتی است از جانب حضرت حق و ما باید شکرگزار این نعمت باشیم و پروردگار منان به واسطه این نعمت بر ما منت دارد، گرچه در قرآن به این نعمت منتی گذاشته نشده است، ولی به هر حال در دستورات نبی مکرم که خدا به رسالت او بر ما منت نهاده است موضوع ازدواج و نکاح هم نهفته است و بدینسان خدا با امر به ازدواج بر ما منت نهاده است. اما مطلوب در ازدواج و صمیمیترین شکل روابط زن و شوهر با همدیگر اینی که زوجین در محیطی عاشقانه حقوق همدیگر رو رعایت بکنن، وظایف متقابل خودشون رو ایفا بکنن و در صدد رشد و تعالی همسر خودشون بر بیان. اینقدر عزیزان در قرآن کریم روی روابط زن و شوهر تأکید وجود دارد که پروردگار منان 13 بار در قرآن کریم این عبارت رو به کار برده است تلک حدود الله فلا تعتدوها. و جالبه که از این 13 بار 10 موردش مربوط به روابط زن و شوهر است. می‌فرماد اینها مرزهای خداست، مرزهای خدا رو زیر پا نگذارید، تجاوز به حریم حق نکنید. و این 10 موردش مربوط به روابط زن و شوهر با همدیگر است. به علاوه عزیزان در بینش الهی اسلام دنیا مزرعه آخرت است و معناش اینه که بین کوچکترین اعمال نیک و بد ما در دنیا و سعادت و شقاوت جاویدان ما در عالم آخرت رابطه تنگاتنگی وجود دارد. و معنای این سخن در حوزه خانه و خانواده اینه که سعادت جاویدان من و شما بخش عمده‌اش در خانه و خانواده تعیین می شود و با رعایت حقوق متقابل و وظایف متقابل و ایجاد محیطی صمیمانه و عاشقانه است که ما می توانیم از سعادت خودمون در دنیا و آخرت اطمینان داشته باشیم. اگر محیطی صمیمانه نباشد، زوجین حقوق همدیگر رو رعایت نکنند، وظایف متقابل رعایت نشود، نابسامانی وجود داشته باشه، مرزهای الهی زیر پا گذاشته می شود و این مبدأ شقاوت و بدبختی ما در دنیا و آخرت است. لذا معنای این سخن عزیزان اینه که سعادت ما در گرو رعایت حقوق همسرانمون هست. اگر وظایف خودمون رو در قبال همسرانمون
به نحو صحیح انجام بدیم آدمای سعادتمندی خواهیم بود. اگر نه طبیعتاً بدبخت و بیچاره خواهیم شد و مطلوب از نظر شریعت مقدسه اسلام اینه که زوجین در محیطی عاشقانه، صمیمانه حقوق و وظایف متقابل رو رعایت بکنن، حدود الهی رو رعایت بکنن و در مسیر تعالی و تکامل همدیگر رو یار و غمخوار باشن و در این سفر معنوی سیر تکامل رو با همدیگر طی کنن. اما گاهی اتفاق میفته به لحاظ اینکه انسان موجودی خطاکار هست، اشتباه میکنه، نوع تربیت ها متفاوته، عوامل ارثی دخیل هستند، گاهی عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دخیل هستند، بین زن و شوهر اختلاف هایی بروز می کند. خب این اختلاف ها قابل رفع است. در وهله اول ما وظیفه داریم اختلاف رو رفع بکنیم و این کار باید هرچه سریعتر انجام بگیرد. دقیقاً اختلاف‌های جزئی که بین زن و شوهر اتفاق میفته مثل موضوع آتش و آتش نشانی. چطور وقتی یه جایی آتیش میگیره ولو به من هم مربوط نباشه، یه کسی یه مالی داره این داره میسوزه، من به آتش نشانی زنگ میزنم و وظیفه انسانی و الهی خودم میدانم تا از اموال کسی که حضور ندارد از اموال خودش حفاظت به عمل بیاره، من از اموال او حفاظت بکنم، آتش نشان رو خبر کنم بیاد آتش رو خاموش بکنه. در خصوص روابط همسران هم وظیفه خود اونهاست، هم وظیفه دیگران که در اولین فرصت در صورت بروز اختلاف بین زوجین کوشش بکنن اون اختلاف رو برطرف بکنن. این وظیفه است و این وظیفه جهات گوناگونی دارد. بحث امر به معروف و نهی از منکر هست، بحث اصلاح ذات البین هست، بحث و صلح خیر هست و انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم هست، همبستگی اجتماعی هست، اعتماد متقابل هست. در حال وجوب این امر هم عقلی و هم شرعی است. باید در اسرع وقت این آتش رو خاموش کرد. اما گاهی اتفاق میفته زن و شوهر اختلافشون عمیقه، حالت نشوز پیش میاد، یعنی زن رعایت حقوق شوهرش رو نمیکنه، وظایفش رو درست انجام نمیده، یا متقابلا مرد رعایت حقوق همسرش رو نمیکنه، وظایف متقابلی رو که در قبال او دارد به انجام نمیرساند، حالت نشوز پیش میاد. مردی که وظایف خودش رو در قبال همسرش انجام ندهد بهش میگن ناشز. خانومی که رعایت حقوق همسرش رو نکنه، وظایف متقابلش رو در کانون خانواده انجام نده، میشه ناشزه. وقتی عزیزان حالت نشوز پیش میاد، باز به همون صورتی که در مورد اختلاف خدمتتون توضیح دادم، هم بر زوجین واجبه، هم بر اطرافیان اونها واجبه که در اسرع وقت اونها رو از حالت نشوز خارج بکنن. یعنی اونها در کنار همدیگر قرار بگیرن و حقوق و وظایف متقابلشون رو رعایت بکنن. زن رعایت حقوق شوهر خود رو بکنه، شوهر هم رعایت حقوق همسرش رو بکنه، جوی محبت آمیز، عاشقانه و صمیمانه شکل بگیرد و در پرتو این جو بتوانند سیر تکامل مادی و معنوی خودشون رو طی بکنن. اما گاهی اتفاق میفته زن و شوهر با همدیگر سازگاری ندارن، یعنی علیرغم تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت میگیره تا بین اونها آشتی برقرار بشه، صلح و صفا صورت بگیره، متاسفانه موفقیتی حاصل نمی شود. چه بسا توالی فاسدی بر این امر مترتبه و چه بسا خطراتی زوجین رو در این خصوص تهدید می کند. لذا
اینجا اسلام نگفته که شما بسوزید و بسازید، نه، موضوع طلاق رو مطرح کرده است. انتها طلاق باید متمدنانه و انسان دوستانه انجام شود، نباید بگونه‌ای باشه که حالت توحش داشته باشد، افراد از هم که میخوان جدا بشون با خاطرات تلخی از هم جدا بشن. شما ببینید قرآن کریم در 2 آیه به صراحت این موضوع رو مورد توجه قرار داده است. میفرماد فامسکوهن بمعروف او سرحوهن، یعنی میفرماد همسرانتون رو حفظ کنید، حقوق و وظایف متقابل رو در کانون خانه و خانواده رعایت بکنید، یا اینکه اگر واقعا ناسازگاری وجود داره از همدیگه در کمال احترام و با خوبی و خوشی جدا بشید. چنان که میفرماید فامساکم بمعروف او تسریح به احسان، یا مرد و مردونه بایستید خوب همسرداری کنید، رعایت حقوق همسرتون رو بکنید، وظایفتون رو درست انجام بدید، یا این که همسرتون رو به زیباترین شکل ممکن رها کنید تا بتواند همسری دیگر برگزیند. چون شما که رعایت حقوق او رو نمی کنید، وظایفتون رو درست انجام نمیدید، پس رها کنید او رو. به قول اون شعر فارسی که میگه یا بکش یا دانده یا از قفس آزاد کن. بعضی از بزرگان ما در حوزه تفسیر و فقه ذیل این آیه شریفه فامساکم به معروف او تسریح به احسان عنوان میفرمان که فقط این 2 راه در اسلام مشروعیت دارد: یا فرد در کنار همسر خود قرار بگیرد، حقوق و وظایف متقابل در کانون خانه و خانواده رعایت شود، یا اینکه 2 همسر باید از همدیگه جدا بشوند. حالت بینابینی وجود ندارد. معناش چیه؟ معناش اینه که عزیزان حالت میانی اگر شکل بگیره که زن و شوهر در کنار همدیگر باشن ولی هیچ علاقه‌ای به همدیگر ندارن، حقوق و وظایف متقابل رو رعایت نمی کنن، این حالت میانه در شریعت مقدسه اسلام حرام است. یا زنگی زنگ یا رومی روم. آقا خانم یا بایست حقوق همسرت رو رعایت کن، وظایفت رو انجام بده، یا او رو رها کن بره همسر دیگری اتخاذ بکنه، زندگی خود رو سامان دهد. این که من در کنار این همسر بمانم ولی وظایفم رو درست انجام ندم، حقوق او رو محترم نشمارم، این حالت میانه در اسلام حرام است، پذیرفته نیست. حالا علت این که بین زنان و شوهران اختلاف بروز می کند یا در حالت نشوز قرار می گیرند یا کارشون به طلاق و جدایی می انجامد چیه؟ یکی عزیزان بیماری های جسمی و روانیه. بله ممکنه همسر من دچار بیماری جسمی باشد، ناراحتی روانی داشته باشد، اشکالی نداره، تحت درمان قرار میگیره، با درمانی کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت عشق خودم رو حفظ میکنم و از اجر معنوی در این خصوص برخوردار میشم و اون رو به عنوان ابتلاعی الهی وسیله تعالی و تکامل خودم تلقی میکنم، در صدد علاج و درمان همسرم برمیام و با متاعب و سختی های این مسیر هم میسازم و اون رو تحمل میکنم و از اجر صابرین برخوردار میشم که پروردگار منان فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یا میفرماد انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بله همسر من بیماره، بیماری جسمی داره، بیماری روانی داره، من تحمل میکنم به خاطر خدا و دوره درمان او رو با او میسازم، این اجری بزرگ نزد خداوند سبحان دارد و عموما این درمان کارساز است، بیماری مرتفع میشود، علاج میشود و زندگی سامان خودش رو خواهد یافت. گاهی عزیزان علل اختلاف بین زنان و شوهران و اینکه در حالت نشوز یا طلاق قرار میگیرن مشکلات اقتصادیه. بله نابسامانی های اقتصادی
موجب اختلاف می شود، موجب نشوز می شود، موجب طلاق می شود. حالا مشکلات اقتصادی کجای دنیا وجود ندارد؟ عموم خانه ها و خانواده ها از مشکلات اقتصادی رنج می برند، به خصوص در دنیای امروز که دنیای صنعتی شده است. سطح توقعات از زندگی بالا و بالاتر رفته است. روحیه زهد و تقوا در میان مردم کمرنگ شده. توجه به آخرت و نعمتهای جاویدان اون در ذهن مردم جایگاه خودش را از دست داده است. خب این مشکلات اقتصادی بروز می کند. ما با بحث پدیده جهانی شدن و ارتباطات و دهکده جهانی مواجه هستیم. بله، این هم یه بلاست. باید صبر کرد، باید بردباری به خرج داد تا مشکلات اقتصادی حل شود. کدام مشکل اقتصادی است که با سرپنجه تدبیر و صبر و بردباری حل نشود؟ بدون شک و تردید مشکلات اقتصادی هم راه حل‌های خودشون رو دارن و میتوان اونها رو یافت و به مشکلات خاتمه داد و خانه و خانواده رو در حالت تعادل و استقرار قرار داد. یکی از مبادی اختلاف بین همسران عزیزان موضوع اوقات فراغت است. همسران در صرف اوقات فراغتشون با همدیگر هماهنگی ندارند. خب این به خاطر اینه که تکلیف این خانواده روشن نیست که سرپرست این خانواده کیه. ببینید عزیزان، در هر کجای دنیا سازمانی شکل میگیرد و اون سازمان وظیفه دارد اهدافی رو محقق کند. در اون سازمان ولو 2 نفر مشارکت داشته باشند، بین اونها سلسله مراتب وجود دارد. حرف آخر رو 1 نفر باید بزنه و اون حرف باید برخواسته از منطق باشد و مبتنی بر قواعد قانونی و شرعی. در این مقام پروردگار منان در وهله اول شوهر رو به عنوان سرپرست خانواده تعیین کرده است. بنابراین عنایت داشته باشید وقتی همسر میگه اوقات فراغت این گونه صرف بشه، باید سایر اعضای خانواده و به ویژه زوجه از او بپذیرن، فرمان او رو ببرن. یعنی باید همه با او هماهنگ باشن، نه اینکه او خود رو با دیگران هماهنگ کنه. البته تعامل لازمه، مشورت لازمه، اما اگر بناست حرف آخری زده بشه، اون کسی که تأمین این خانواده، هدایت این خانواده، مسئولیت این خانواده باهاش هست، او تعیین کننده است. بنابراین در خصوص اوقات فراغت و مشکلاتی که در این خصوص بروز می کند، باید با مشورت، با تعامل راه حل‌های خوبی انتخاب کرد و در واقع اوقات فراغت رو با هماهنگی سرپرست خانواده صرف. یکی از مبادی اختلاف بین همسران مشکلات جنسی یا سوء توافق جنسی بین زن و شوهر. خب گاهی اتفاق میفته از نقطه نظر گرایش‌های جنسی افراد با همدیگه هماهنگ نیستن. این نیاز به درمان دارد، نیاز به رسیدگی و تغذیه مناسب دارد. یه دوره درمان کوتاه مدت، میان مدت میتواند مشکل رو حل کند. مشکلات جنسی عزیزان حائز اهمیتند، نسبت به اونها نباید بی‌اعتنا بود و در واقع گاهی یه مشکلی که تصور میشد مشکل بسیار بزرگی است، خیلی راحت و ساده حل میشود. با یک درمان، با یک مشورت، با یک رسیدگی، با یک تغذیه مناسب مسئله حل خواهد شد. گاهی هم عزیزان مبدأ اختلاف بین زن و شوهر، مبدأ نشوز در اونها، مبدأ طلاق در اونها مشکلات اخلاقی. این زن، این شوهر درست تربیت نشده، دچار سوء خلق است. البته مشکلات اخلاقی با موعظه و نصیحت قابل حله. زیاد اتفاق افتاده که ما برخورد کردیم با اشخاصی که دچار سوء خلق بودن، با گفتگو، با موعظه، با نصیحت مشکل رو حل کردیم و کوششمون این بوده که اون موعظه و نصیحت، اون گفتگو به مشاجره نینجامد. زن و شوهر عزیزان باید همدیگر رو موعظه کنن، باید با همدیگر گفتگو بکنن، باید همدیگر رو نصیحت بکنن، باید همدیگر رو به یاد خدا و آخرت بیاندازن و مراقب باشن که گفتگوهای اونها به مشاجره نینجامد.
به جر و بحث‌های طولانی نینجامد، موجب مشکلات عاطفی بین اونها نشه. گاهی عزیزان اتفاق میفته که زن و شوهر با همدیگه قهر میکنن. قهر نوعی طلاق عاطفیه، شرعاً صحیح نیست و چه بسا افراد در سایه یک چنین طلاق عاطفی وظایف شرعی و الهی خودشون رو ترک میکنن، مرتکب محرمات الهی میشن. گاهی عزیزان برای حل مشکلات خانواده، برای ایجاد سازگاری در همسر، یک قهر موقت به عنوان یک اقدام تنبیهی میتواند کارساز باشد که البته این نظریه کارشناسی رو میطلبد. خودسرانه نباید اقدام کرد، جا دارد باید بجا این اقدام انجام بگیرد. گاهی هم عزیزان نیاز به تنبیه هست. حالا تنبیه گاهی به صورت ضرب و شتم، گاهی صورتهای دیگری دارد که این هم نیاز به اذن حاکم شرع دارد. ما مجاز به تنبیه بدنی همسر خودمون نیستیم و اگر اتفاقی این چنین بیفتد، موضوع دیه و سایر احکام و مقررات در بین خواهد آمد. بنابراین ما باید مراقب باشیم در مراوداتمون با همسرمون مثلا فحش ندیم، چون این ممکنه که قضیه به تعذیر بیانجامد و حتی گاهی به حد. بنابراین دقت داشته باشن عزیزان. از منطق قرآن اگر سخن بگیم، قرآن میفرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن. زن و شوهر برای همدیگر باید لباس باشند و لباس مانع آسیب‌های فیزیکی به بدن می شود، مانع آسیب‌های شیمیایی به بدن میشه، مانع آسیب‌های محیطی و زیست محیطی و میکروبیولوژیک به بدن ما می شود، مانع آسیب‌های بیولوژیک می شود. بنابراین همونطور که لباس مانع آسیب‌هایی به بدن ماست، زن و شوهر باید مانع آسیب‌های اخلاقی و عقیدتی و سایر آسیب‌ها باشند برای همسر خودشون. به علاوه عزیزان، لباس مایه زیبایی ماست. باید دو همسر برای همدیگه سبب سرفرازی و سربلندی باشن، نه مایه سرافکندگی. لباس در زندگی ما انسان‌ها بسیار نقش‌آفرینه. اگر یه دقت کوتاهی داشته باشیم عزیزان، اگر من یک لباس خشن به تن داشته باشم، ولو این لباس بسیار ارزشمند هم باشه، درش احساس راحتی نمی کنم، میخوام بکنم بندازم دور، ولو حالا تمیز هم باشه. حالا یه لباس رو در نظر بگیرید لطیف است، دوست دارم این لباس لطیف رو بپوشم، میگن بابا این زیرپوش رو درار دیگه، بسه یه هفته از پوشیدی. میگه نه، از بس لطیفه دوست دارم هنوز هم بپوشم. این که قرآن کریم میفرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن، فواید زیادی ازش استخراج میشه. یکی عزیزان همینه که زن و شوهر باید به نسبت همدیگر لطیف باشند. شرایط باید به گونه‌ای باشه که به شدت احساس نیاز به همدیگر داشته باشند و دوری همدیگر رو نتوانند تحمل بکنن. قرآن کریم میفرماد لتسکنوا الیها. اساساً سبب و هدف اصلی برای تشریع نکاح این بوده که زن به شوهر و شوهر به زن احساس آرامش کنن، نه احساس ناراحتی و رنج. باید زن و شوهر سبب آرامش برای همدیگر باشن و اون عموما عزیزان به نحوه سخن گفتن و رفتار دو همسر برمیگردد. ما باید مراقب زبانهامون باشیم، مراقب رفتارهامون باشیم، محیطی پرتنش رو در خانه و خانواده ایجاد نکنیم، تنش زدایی بکنیم و کوششمون این باشه به خاطر خدا حقوق همسر خودمون رو رعایت بکنیم، به او ظلم نکنیم. چرا؟ چون سعادت ما در عالم آخرت و رضایت الهی در گرو رضایت همسر ماست. ببینید عزیزان، یه صحنه ای رو من خدمت شما توضیح میدم، خیلی حائز اهمیت. شما میدونید مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیبی دو عالم فاطمه زهرا علیها السلام رو چقدر دوست داشت.
دوستی اونها واقعا فوق‌العاده است، چون عشق اونها عشقی الهی بود. ولی وقتی مولانا امیرالمؤمنین با دستان مبارک خودشون بیبی دو عالم فاطمه زهرا رو دفن می‌کردن، بالا سر قبر اون حضرت دست به مناجات بلند کردن و فرمودن خدایا تو بدون من از دست دختر پیغمبر تو راضی هستم. این معناش اینه که عزیزان، سعادت ما در گرو رضایت همسرانمون هست. بی‌توجهی به حقوق همسر موجب میشه که رضایت او مخدوش بشود و به تبع اون رضایت الهی مخدوش بشود و عدم رضایت الهی ما رو با آتش جهنم مواجه خواهد کرد. قدری بترسیم، پرهیز کنیم قبل از اینکه فرصت‌های طلایی موجود از دست بره. بیدار شیم، هوشیار باشیم، خواب نباشیم تا فرصت‌ها از کف بره و بعد دچار حرمان بشیم که عجب فرصت‌هایی رو از دست دادیم. خدا به حقیقت محمد آل به همه ما توفیق تفقه در دین و تدبر در آیات قرآن عطا بفرماید. من از حسن استماع شما عزیزان سپاسگزارم و همه شما رو به پروردگار منان می سپارم. موفق باشید.